یو بچه چطور متورید؟ امیدوارم حالتون کلی خوب باشه. امروز قراره یره بازی کنیم توی فورتنایت همراه کپتان محمد ایواگر. بریم فقط با گان بنفش. سبز ببینی ور نمیداری، آبی ببینی ور نمیداری، فقط بنفش دیدی اجازه داری ورداری باهاش شلیک کنی. ببینیم یک وین میشه گرفت یا نه. خب دوستان امروز جاهای خوبی قرار ببرمتون. آقا من نیمارم، شما دوتام ساقدوش. خب آقا امروز بچه ها میدونید چالش از چه قراره دیگه. فقط گان بنفش و هر چیز بنفشی تو بازی پیدا کردین حق دارین وردارین. در غیر این صورت با پیککس دیگه شانس دیگه داداش من. دیگه باید کمپ کنی، دیگه باید در شرایط سخت بتونی بازی رو در بیاری. وگرنه پلیر عادی که آره همه بلدن. تو اگه بتونی با سبز باشه هر چی باشه فرقی نداره. نه میتونیم میریم این چالش رو به وین تبدیل میکنیم و اگه این ویدیو وین بشه خدایی یه جیجی تو شب برای ما بنویسید. اگر وین نشد که کفت اسبان به هر حال یه کامنتی بذاره. میگه Fortnite should be fun for everyone. Be welcome to new players. میگه دهن نیو پلیرها رو سرویس نکنید. شعار فورتنایت همین الان در فورتنایت برای من نوشته. میگه فان باش برادرم، انقدر صفر نگیر بازی رو. چشم. و دوستان زیرو بیلد هستش. بابا تو داف بوده اسکینه، چرا یهو تبدیل به یه قورباغه گیتار به دست شد؟ قورباغم وسط نیمارت. دوستان یک مطلبی امروز توسط یک عزیزی بیان شد، خواستم نظر شما رو بدونم. میگه امشوشوش لیپک لی لیلونه. این لیپک چیه که لی لیلونه؟ این لیپک لا لیلونه کدوم لیلاها؟ این مساق این شعر معنی میگه لیپک لای نونه. لیپک لای نونه. خب لیپک چیه اینجا؟ میگه امشوشوشه. میگه امشب عجب شبیه. به پاها بریم برد. بریم مپ لوکیشن برد. پینگ 40 یا ابوالفضل. اوه 600 نفر راستمون لند کردن. فقط آیتم بنفش میتونید در روی زمین وردارید. آیتم سبز آبی نه. دیگه خیر انشالله. یا تا پس فردا رفتیم و نشد. چرا هیلینگ میتونید در رو زمین وردارید. گرنید هم میتونید در رو زمین وردارید. البته نه گرنید نمیتونید وردارید. عذرخواهی میکنم. گرنید سبز. هیچ چی دنیل. شیل هم میتونید وردارید. این چیه؟ این چیه؟ اوه بنفش! بنفشه! جدی میگی؟ آقا یه دونه واتر کارت من پیدا کردم. خب من یه گان دارم. تمومه. وینه. راند اول وینه. اوه بچه من شمشیر بنفش پیدا کردم. اجازه آره شمشیر بنفش میتونی برداری بازی کنی بشه. اوه اون آیتمه رو داری؟ داداش این خیلی. بیا من بیا پاچم رود. بیا بپاچم رود. آدم زدمش. آره وایسا من بیا دوستان ما این تندم میتونیم بریم. بسه بسه دوستان. خب آیتم بنفش دنبال بگردید. کوکو دیدمش. دمشه. با شمشیر برو روش. زدمش. آقا نزنید دیگه. من میخوام یاکوزا بازی در بیارم. یاکوزا بازی بنفش نره؟ نداره. با هر چی دارن اینا آبی. من دارم راست دادم فکر کنم رفت سمت راست. کجا؟ تو خونه؟ دیدمش. بزنش. خب من 90 تا سفیده. یکه بزنش زدیشو. یکه اوه محمد یاکوزا سمت راستم آدمه اینجا. یارم داره 70 تا سفید. بک کنید دوستان بک اینا آجی هستن زیادن. اومدن جلو. اوه خیلی لوشون کردم. مردم. جفتتون رو زدن؟ آره یاکوزا رو کرد. با من چیز ندارم متاسفانه. تیر ندارم. وای بابا تیر ندارم. وای خدا
بابا من اصلا اون برم اپ بودم این بگیر فرار کردم والله. خب دوستان مردیم؟ همینجا ردیاب کنیم بریم مچ بعدی. هیچ ایرادی نداره، ما تلاش بسیار داریم، چیزی از ارزش های ما کم نشده دوستان. ما 2 مچ دیگه ترای داریم و اگه نتونیم نوبیم دیگه. اسکینتو بده. Give my skin. ای خروس آقا خروسه. خب دوستان بیاین یه جایی مپ بریم سگ نیاد. اینجا بچه بریم اینجا بریم راست میگه. ویفر میفره. یو سنگ بچه سنگ ایول بلند کنیم. ایول بیا یه جوری سنگ. بابا یکی اومد، اینا اومدن. آقا من موتور پیدا کردم. موتور 2 ترکه فقط متاسفانه. همین بیا سنگو دستکاری کنی. همین بیا. بابا من الان میام سنگو دست میولم. اینا ساب سنگ. اینا ساب سنگو بردار برو بده سنگ. وای مگه قرار نیست استفاده کنی از گانا؟ برو بر. ای وای پرواز کردی. اینا صبر کن بعد وایسیم. داره میزننتون؟ من زدم یکیشونو زدم. با چی زدی؟ بنفش دارم. دروغ. کثافت قانون رو رعایت کن. من با موتور با بریم پری همین. باو موتور باو. صدای یه چست خوب اومد. جونم بچه‌تون. این چیه؟ ایول تو مگه رانندگی بلدی؟ باش پیاده شو. بنفش. دیگه تو با بنفش شدی که. دیگه چی بنفش داده؟ کو؟ چرا چی نداد؟ اوه این فکر کنم میاد رو کلت میتونی چیز کنی آتیش بزنی ملتو. خب نگرش دارین. اوه ایوگی رو دارن میزنن. اسم من دو تا 75 تا. یکیشون مرد. وای آد بزن. یکی دیگه شون هم اینجا مرده. بیا اینجا داره هیل میکنه. بیا پایین داره هیل میکنه. یارش هم داره میگیره. بودو بیا پایین. پشت ماشین انا داره میگیره. باریکلا. آقا این گانت بنفش شدن سرویس. دراپش کن. الان میدادم به شما. آه نومر. اوه چه کاری میکنی؟ اوه چه آیتم بنفش دارن اینا. من به دست مال. بیا تو هم دست مال سریعتر بیاد. آقا نه آدم ها رو برون. الان میکنم. بگی 90 تا. مردش. یکیشونو زدم. اون یکم 100 تا خورده. ماله زدم. این یک وای مرد. شیت. این یکی اینجا یکی این بالای محمد داره میاد منو بزنه. عالی نایس. بچه منو بگی سری بچه سری خیلوه بچه گونه بنفش داره. وای یک اچ پیش مرد. اوه کیه دی؟ این کیه؟ یکی بود زدم فکر کنم بات بود. میگه هیلینگ داره ها اینجا. مثل شیر بید. هیلینگ برداشتم یکم. من دارم آبی میخورم. آبلی هیوا مدکیت میخوای؟ دارم مدکیت دارم شیر ندارم اگه خب مدکیت رو بزن. بچه پوزیشن بگیریم یه جایی بهتر وایسیم. بریم وسطا. بیام با ماشین بریم. بچه تو خودش. آقا هیل میل نداریم بچه. اینجا شیلد داره. تو چی میخوای من هیلم مدکیت دارم برات. آره مدکیت. بیا مدکیت. ایول بیگ شیلد. عالی بیگ شیلد هم که داد. بچه اینجا مینی شیلد هست. 2 تا مینی شیلده. من فولم. من مینی ها رو میارم. تو میخوای مینی ها رو شما بیاریم. مینی شیلد خیلی به دردت میخوره. من فقط هیلم کامل نشد. بعد مدکیت رو مثلا کامل بزنی و وایسی تا بزنه وگرنه کنسل میشه کلا. حاجی 11 تا کیل داریم تیمی. اوکی یه چیت ریز احساس میکنم محمد کرد ولی خب هنوز ثابت نشده این چی. آقا به والله به علی مومنان. بیا چیکلس. بشه
یه جی کلاس تو ریل لایف که نشد بیام دنبالت ولی خب بریلیانس با بریلیانس اومدم ولی خب یه سگی که اسمش گاسه. دوستان سر تیر میاد این بر آره نرو آقا نرو بریم بزنیم بابا بریم بزنیم کجان؟ بچه پیاده نشین خب همین کجا؟ همه کجا؟ مارک زیر این درخت بنفشه زیر این درخت بنفشه مارک آبی آره زیرش آره دیدمش تک کن نمیدونم فکر کنم پشت درخت است آره بیا بریم، نیت بیا. بندازین کذبه نیست ولی هست بچه اینجا 100% هست یکی تیر زد به ما نمیدونم رفتم پایین ما چرا اینا تو فکر بوش کنم ها بچه بریم بک بریم ماشین بیا ماشین رو میخوام کلاس منو افتادم. وای آقا ولش کن نگیر همین خودش افتاد. اگه کاشکی من مسی بودم. کاش که دو تا من نوب مسی اومدی بودم کارت. نیمار تو بوس میکردم موقعی که هفته محمد داشت انمی میزد شما داشتین 4 دست و پا را میرفتین دیس قوی بود نه الان دیس داد بهمون که موقعی که ما مردیم اومد چیز کرد با گان چیت زد با گان سبز انمی ها رو زد اوه گان منم شاتگانه کی اسکمش کرد پیواگر من اسکمش سر کردم. ضرب من من گرفتم نگرفتم. من گرفتم من گرفتم. داره رز میده مردش یار داره یار شده ایول گل بنفش داره چی داره این چیه اوجی گوناچو این که من همین فهمیدم. یه دونه با این شاتگان بنفشه زدم تو سرش 400 500 آره بابا میکنم 600 700 تا دمش میخوره بابا تکی نری میبازیم بابا اینجا کلی لوته بیان همین اه! بیا. ماشاءالله پاورفول آقا جامون خیلی بده دوستان جامون بده بالا داره. یکه سلام میکنم الان میکنم یکه بزنش زدم. مرد ناموسا مرد. ایول یک بود مرد کو اوه شیت فرار آقا کنید من دوستان جسد نمیبینم ماشین من تموم تو ماشین داداش آره، تموم رویال. کردم ریجی ها. چالش ویکتور رویال و گانه برهفت آقا جیجی اگر از این ویدیو دوست دارید بچه سری بعد با فقط گانه لجند بریم کامنت بذارید اول اون دیگه غیر ممکنه ولی خب بوسه فراوان دوستان بهتون تا ویدیو بعدی بدرود